وزارت کارهای خارجه تاجیکستان امروز 14 سентябр با سفیر آمریکا در دوشنبه برای یک گفته جو بایدن یادداشت اعتراضی یا نوت سپارید. در خبری وزارت آمده است با دیپلمات آمریکایی جان مارک پومرشایم گفتند که حرفهای جو بایدن بر روحیه مناسبت‌های دوستانه و شریکی جوابگو نمی باشد. آزردگی حکومت تاجیکستان از این سخنان بایدن بود که روز 11 سентябр در ایالت پنسیلوانیا با اشاره به چسبیدن چند ساکن افغانستان به ҳавопаймо گفت: مثلا اگر ما در تاجیکستان می بودیم و هواپیمای C-130 را می آوردیم و می گفتیم که هر کسی با ما ҳампаймон هست سوار شود، باز هم آدمان در چرخ سمالات می چسبیدند. در اظهارات وزارت گفته می شود تاجیکستان هوسمند پیشبرد رابطه‌های سودمند با ایالات متحده آمریکا در روحیه یاری و احترامی همدیگر است. سفارت آمریکا در دوشنبه در این رابطه هنوز واکنشی نکرده است.